90% از گیتاریستا نمیدونن این پدال به چه کاری میاد. داینامیک کمپرسور. جویو داینامیک کمپرسور. این پدال سبز قشنگ رو شرکت جویو برای ما فرستاده. کمپرسور چیه؟ کمپرسور یک پدالیه که اگر صدای ساز شما کم باشه صدای اونو زیاد و اگر صداش زیاد باشه صدای اونو کم میکنه. یعنی توی یک رنجی که شما تعیین میکنید روی پدالتون اون صدا رو نگه میداره. این پدال ما 3 تا باتم داره، 3 تا ناب داره، ساستین، لول و اتک. ساستین مقدار کمپرس رو کم و زیاد میکنه، اتک سرعتش و واکنشش رو، لول هم که صداش رو بالا پایین میکنه میزان صدای کمپرسی که شما میخواین. یک اینپوت یک اوتپوت مثل خیلی از پدالای معمولی و یک سویچ روشن و خاموش. اینجا یک ورودی برق 9 ولت رو داریم که 100 میلی آمپر ترجیحاً برای این پدال چون زیاد برق مصرف نمیکنه. میتونید شما باتری هم بزنید به این پدال و استفاده کنید. بریم تست صدای این پدال رو بگیریم. در نتیجه این پدال یک سلاح جنگیه که خیلی از گیتاریستا روی پدال بوردشون استفاده میکنن. تو چطور استفاده میکنی یا نه؟